کاسه باختشو جار نمیزنه. یه روز ته پاساژ همه داشتن پچ پچ میکردن که آره بار احمد سوخت، ضرر کرده، تموم کارش. همون روز عصر احمد اومد کرکره رو داد بالا، دارو زد، چای ریخت، و خدا بزرگه. یه هفته بعدش بار جدید آورد. همونایی که داشتن پشت سرش حرف میزدن اومدن تو ازش قیمت گرفت. یکی پرسید احمد چجوری جمعش کرد؟ رفیقش گفت قور نزد، فقط کار کرد. یه روز خود احمد گفت رفیق بازار دلسوز نداره، فقط چش داره. اگه باختتو جار بزنی فردا همون که دلش برات میسوخت میاد مشتری تو بر میزنه. خاصه باختشو جار نمیزنه. اینجا سکوت از صدا و ارزش‌تره. هر کسی بیفته با خودش بلند شه، نه با دست بقیه، با غیرت خودش.